من شوهر خواهر آدینایف محمورات عبدالله حسین زاده و استقامت کننده دهه حیات نو جماعت دهات حصار شهر حصار می باشم. من آموزگار مکتب میانه رقم 8 که جماعت نامبرده می باشم. همراه عائله‌ام، همراه فرزندانم، ما عائله آموزگار هستیم. من همین را گفتنی هستم که 100 مسجد و 100 رباط آباد کنی، 100 بنده به زر خری و آزاد کنی. 100 روز به روزه باشی و شب به نماز، بهزان نبود که یک دل شاد کنی. از طریق رسانه‌های خبری ما شنیدیم که آدینایف محمورات را گروه‌هایی که امروز به جمهوری تاجیکستان ما از راه‌های دور ایستاده سخن‌های قبیح گفته ایستادند و در حق جمهوری ما هر خیل بهتان‌ها گفته ایستادند. من گفتنی هستم که آدینایف محمورات را به سیاست خودشان، به سیاستی که اونها کرده ایستادن از راه‌های دور خوش نکنند. او یک آدم بی‌سواد، او یک آدمی که فرزندهای خودش را تا هر تعلیم و تربیت در مکاتب نداد. او از روی این بی‌سوادی خود را به هر گروه ها زده ایستاده است. واقعی که مادر خود را در روز تعزیه مادر با همراهی شخصا خود من از سببی که مادر خود را گرفته در شبکه‌های اینترنتی پرتاب گویا که با من تعزیه بیان کنند، انا اینجا بود بی‌سوادی او، انا اینجا بود به تعلیمی او، انا اینجا بود از روی تعلیم نگرفتن آدابی او که او با همراهی ما در اونجا بسیار سخنهای قبیح گفت، ما را از بالای گویم جنازه مادر راند. لکن چیکار کنیم؟ هرچند که نباشد مادرمان است، مادری عائله‌مان است، با آمدیم اشتراک کردیم. من برای همینم گفتنی هستم که از زبان خودم گفتنی هستم که او امروز بی‌سوادی خود را استفاده برده با یک کاری بدی رفت که او را می‌شاگم به محکمه کشیدن. من برای اون گفتنی هستم که چیز جایی را که سزاوار است و قانون برای او سزاوار می‌بیند بگذار که در نزد قانون جواب بگیرد. اگر از خشت عالم خانه سازی، اگر مال جهان یابی ببازی، برکت گه نیابی در دو عالم، پدر مادر نباشد از ترازی. او خانه الهیده دارد، او در نهایت گویم همراه دیگر فرزندان عائله زندگی میکند، لکن خرخشه او همراه برادرها برای زمین خانه بود. از روی همین برادرها هم با او سخن نمیکنند. او که میآید ما یا برادرها از خانه برآمده میرویم، او با یگان تایما سخنی ندارد. برای همین من خواهش کردنی هستم که هر یک کاری که میکنه بگذار در نزد قانون جواب شده.